من بچه همسایه من دیدم بچه که هرچ در پیش هم معامله مخفی برای برکنار کردن رئیس حزب، تفصیلات طرح تبادلات در حزب دموکراتی تاجیکستان که قبل از وقوع خنثی شد. شروع میکنیم از خبرهای روز. در شهر دوشنبه جلسه شورای کارشناسان نهادهای گمرکی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شد. یکی از مسائل‌هایی که در این جلسه مطرح گشت استفاده بیشتری زبان روسی در کار نهادهای گمرکی بود. قرار بود در پایان این جلسه ریاست این شورا به اختیار ترکمنستان سپرده شود. اما مسئولان گمرک ترکمنستان در این نشست شرکت نداشتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی. баргузории 68-мин ҷаласаи шӯрои раҳбарони хадамоти гумруки кишварҳои муштаракулманофеъ бо таҷлил аз 25-мин солгарди ин шӯро ба ҳам мувофиқ омад. дар ҷаласаи шаҳри душанбе мақомоти хадамоти гумруки кишварҳои муштаракулманофеъ мавзӯи ба ҳам мусоид омадани қонунгузориҳои гумрукӣ ва ҳамчунин таҷдиди низоми техникӣ ё компютерии хадамоти гумруки ин кишварҳо созишномаҳо имзо карданд. имконияти суҳбатҳои мустақим дар чунин вохӯриҳо мавқеъҳои моро дар мавриди масоили манфиатҳои муштарак наздик мекунад ва дар ҳалли мушкилоти ҷамъшуда шароит фароҳам меорад. вале дар ин ҷаласа намояндаҳои мақомоти гумруки туркманистон ширкат надоранд. қаблан раҳбари ин кишвар низ дар ҳамоиши раҳбарони кишварҳои муштаракулманофеъ дар шаҳри душанбе ширкат надошт. коршиносон ҳадс мезананд ки сабаби наомадани мақомоти гумруки туркманистон ба шаҳри душанбе ба мушкилот дар равобити ин ду кишвар бахусус ба мавзӯи роҳ надодани мошинҳои калонҳаҷми тоҷикистон аз қаламрави туркманистон рабт дорад. бештари бигем содирот ва воридоти бигем тамоми молу колои тоҷикистон ба воситаи ӯзбекистон шояд ки ин яке аз сабабҳои бигем сард шудани муносибатҳои туркманистон бо тоҷикистон бошад. ҳамчунин қарор аст миёни ин кишварҳо рамзҳои маҳсулоте ки аз ин кишварҳо мегузаранд ба ҳам мувофиқ карда шаванд. در شهر دوشنبه زمان همایش گمرکچیان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر می شود که هفته قبل در پایتخت تاجیکستان جلسه سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شده بود. در حاشیه این سفر یوری اوشاکوف یاور پرزیدنت روسیه به مطبوعات گفته بود که ولادیمیر پوتین در دیدار با پرزیدنت امامعلی رحمان مسئله همایش بیشتری اقتصادی دو کشور را بررسی می‌کند. در رابطه با اظهارات این دو سازمان در رابطه با اظهارات اوشاکوف ما از وزارت امور خارجه روسیه پرسیدیم که آیا در دیدار ولادیمیر پوتین با امامعلی رحمان مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا هم مطرح شد؟ روز 4 اکتبر وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به رادیو آزادی گفت که اگر جانب تاجیکستان میل پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را داشته باشد در این سازمان برای همکاری باز است. وزارت امور خارجه روسیه میگوید شکل‌های گوناگون همکاری‌های کشورها با این سازمان شروع از مقام ناظر تا به عضو کامل حقوق آن وجود دارد. دادگاه ناحیه رودکی به بررسی پرونده سوزن خلانی به بدن کودک 1 ساله تاجیک مدثر کریموف آغاز کرد. یگانه عیبدار شونده در این دادگاه مهیا یعقوبوف است که مقامات او را در خلانیدن 10 سوزن به بدن طفل 1 ساله‌اش گناهکار می‌کنند، اما او این اتهام را رد می‌کند. نزدیکان مدثر هم به بیگناه بودن مادر باور دارند. همکاران ما سرویناز روح‌الله، افسانه اکابرشایوا و مومن احمدی پس از انجام روز نخستین مرافعه این گزارش را تهیه کردند که حالا آن را با هم می‌بینیم. دادگاه ناحیه رودکی به بررسی پرونده مهیا یعقوبوف شروع کرد که به قول تفتیشات با وارد کردن سوزن به بدن کودک 1 سالش او را شکنجه می کرده است.
اگر گودک سوزانو فرو میبرد این در راه هاضمه میبرد تاکی پوست دیگه عضو نماینه سر نمیشد. این ابرون با نمود سوزن زدن در آوردگی کی در آورده کی در آورده. از بدن مدثر یک ساله ماه ایولی همین سال طبیبان قریه بالا 10 سوزن بیرون کردند. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند مادر او مهیا یعقوبova اقرار شده است که به قصد شوهری در روسیه بودهش به بدن مدثر سوزن خلانده است. ما فکر نبودیم این سوزن خود به خود پیدا شدگی در بدن گودک نمیدانم ای کجا پیدا شده. در مرافعه مهیا از سخنان اول خود دست کشیده گفته است زیر فشار مفتشان گناه را به گردن گرفت. اقربای شوهر مهیا به بیگناهی کلین خود پای فشاری دارند. اینا در خیالم همه کدامش همه مجبور کردگی که به گردنگیر گفتن یا دخترخانه به گفتگی یا ملیسا خانه به. خود این مهیا که کنارش مدثر بود هنگام بیرون شدن از تالار سود افسرده حال میتابید. او بار دیگر تاکید کرد که گناهی ندارد. نمیدونم اکو من این کار کردگی نیستم برای همو باوری دارم که خیلی خودم در باوری دارم که نکردگیم این کار ده چخیل جوابگری ده میکشونن که من نکردگیم که چی دلیل دارم من مثلا. با این مادر برای قصدن به سلامتی کودک ضرر رسانیدن تا 10 سال زندان تهدید میکند. کوشش نجات یک گوساله که در چاه حاجتخانه افتاده بود در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت قتلان با فاجعه انجامید. 3 نفر مرد داد و فریاد زنی همسایه را در دهه نواباد شنیده برای نجات گوساله شتافتند، اما در تلاش نجات 3 نفر فوتیدند. همکارم آرزوی کریم به دهه نواباد رفته با شاهدان حادثه صحبت کرد و این گزارش را به ما فرستاد. 4 نفر از این حاجتخانه خواستند گوساله را نجات دهند. 3 نفرش فوتید و 1 نفر را بیهوش بیرون آوردند. محمد سعید سمدو ساکن دهه نواباد ناحیه عبدالرحمن جامی 14 سپتامبر با خانواده‌اش خوراک شام خوردند. فغان همسایه را شنیده پسرش از سر دیوار پریده خانه همسایه رفت. پدر به حاجتخانه رسید و پسر را در حال ناگوار دید. قادر 28 سال داشت و 2 فرزندش یتیم ماندند. او به بیمارخانه نرسیده فوتید. والدین سهراب 24 ساله و محمد جان 17 ساله از نجات دهندگان گوساله به عکس‌های فرزندان با حسرت نگاه می‌کنند. یکی در سال اول آموزشگاه طبی می‌خواند، دومی کار خواجگی می‌کرد. همین هم جوال داد. ما همه بگیریم گفته بچه‌کم هم کندرم. همین بعد بچه همسایه با ایتاری دیوار پرده آمده و اکم نصیب عجلی بچه که دیمانگیم بعدی وای آمده دیدم هم ما بچه همسایه من دیدم بچه که خم هرچی در پیش خم سبب مرگ 3 ساکن دهه نواباد را طبیبان زهرا لطفی از گاز متن گفتند که در حاجتخانه حاصل شده است. گاز تشناب این یک بهت و هنگامی که انسانیت یک نفس میگیرد و بهت تیز یک خاصیتی همین خیلی بوغ کننده دارد. این حاجتخانه مثل اکثر حاجتخانه‌های دهاتی تاجیکستان ساختمان ساده دارد. میگویند 3 ماه پیش آن را دوباره خالی کردند و گمان نمی‌کردند که در این مدت گاز زهرآگین تولید شده است. طبیبان میگویند زهر حاجتخانه در 16 ثانیه آدم را بیهوش می‌کند و در صورت کمک طبی نگرفتن می‌فوتد.
همایش آخر حزب دموکرات تاجیکستان با یک ماجرا انجام یافته باعث از صف حزب خارج کردن برخی از سابقه‌داران گشت. مایه جنجال در حزب گویا مصلحت پنهانی یک گروه اعضای آن برای برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده شده است. همکارانم میرزانبی خالقزاد و کیومرثی عطا گزارش می‌دهند. احمدشاه کاملزاده را برای رفتارهای غیر آیین‌ناموی از حزب دموکرات راندند. او از سابقه‌داران حزب و معاون رئیس آن بود. با نظر رئیس و همون طرف‌های دیگر هم خیلی گویا است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و می‌خواهیم بایکوت کنیم، می‌خواهیم رئیس حزب جوشه وصلیم. خیلی از اداره حزب دموکرات گفتند که قرار بود روز 3 سپتامبر جلسه شورای حزبی دایر شود. به قول آنها چند عضو ریاست و سابقه‌داران نیتی برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند. خونه رستم اینا جمع آمده که دوستان همه حکمت الله رستم ملاین عبدالجبار این باشه این بحثه کردن که ما همین کنفرانس اشتراک نکنیم. بعد این وقت ما کنفرانس میکنیم. در تاجیکستان با شما معلوم است که یگان حزبی موافق قابل عمل نیست و یا حزب کیسگیان و یا حزب حاکم است. حکمت الله سعیدیان رئیس حزب ثبت نام نشده وحدت ماه اپریل سال 2015 با 5000 عضو به حزب دموکرات پیوست و یکی از معاونان شد. علت پیوستن را او مرکزگرایی هر دو حزب عنوان می‌کند. می‌خواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 90 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه نتوانستیم. سبب نتوانستن ما این بود که سید جعفر دائم مانع پیشرفت ما میشد. حکمت الله سعیدیان که حالا از سمت معاونت حزب برکنار شده است میگوید او و احمدشاه کاملزاده و سابقه‌داران دیگر نیت تغییرات داشتند ولی نه تبدلات. برخی هم بر اینند که فعالیت حزب دموکرات با آمدن سید جعفر عثمانزاده جان گرفت. همین بچه‌ها متحد کرد. از نظر میرزا نوریدین سبب خارج کردن بعضی از اعضای حزب دیگر است. کامل صادق احمد جان کامل با رئیس اطاعت نمیکند و چند مرتبه زنگ میزند تلفن نمیبردارد و ما سعی کردیم که خونه حزب نمیرود. حکمت الله سعیدیان گفت با طرفدارانش از حزب دموکرات جدا شده دوباره به فکر تأسیس حزب وحدت برگردند. وقتی که مردمی که در این 3 سال بدگی ما زیاده از 3 سال که یگان فعالیتی یعنی جوناکی نباشد ایستادن ما در این چه فایده دارد؟ به تأسیس حزب وحدت به قول میرزا نوریدین عامل‌هایی هستند که مانع میشوند. اگر حزب ناملایس هم شده میتونه ناملایس هم کردن نمیتونه این در عمل غیر چای این تماما کار نمیشه. حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد میگوید حدود 20000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر عثمانزاده تنها نماینده دموکرات‌ها در پارلمان تاجیکستان است. بنیادگذار و سرور خدمات تجارتی الکترونی آمازون جف بیزوس در رده‌بندی فوربس در بین 400 آمریکایی ثروتمند مقام اول را اشغال کرد. بیزوس با دارایی 160 میلیارد دلار ثروتمندترین آدمی سال 2018 اعتراف شد. در تاریخ رده‌بندی مذکور بار اول است که دارایی یکی از اشتراکدارانش مرز 100 میلیارد دلار را عبور کرده است. از سال 1994 این مقام با بنیادگذار شرکت مایکروسافت بیل گیتس تعلق داشت. تماشابینان گرامی در همین جا برنامه امروز ما به پایان رسید. اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تشکر که ما را تا این دم همراهی کردید. تا نشر بعدی اخبار آزادی خدا حافظ.